اگر بندگان ایمان آوردن، ایمان یعنی انگیزه، اگر ایمان نیست انگیزه نیست. ایمان یعنی نقطه حرکت، اگر ایمان نیست حرکت نیست. ایمان یعنی رغبت به رضای خدا، اگر ایمان نیست رغبت نیست. ما باید دعا بکنیم که خداوند آنچنان ایمانی رو، ایمان مسبق به علم، ایمان مسبق به معرفت، ایمان مسبق به شناخت واقعی، که حلاوت ایجاد بکنه که از کار خیر خسته نشیم، لذت ببریم. اگر این حلاوت نباشه یه روز هستیم روز دیگه نیستیم، جمع به هم میزنیم، سبب دلسردی و افسردگی جمع میشیم. والذین آمنوا، ایمان ملاکه، باید ایمان باشه تا پیروش و به تبع ایمان عمل صالح ایجاد بشه و بعد شایستگی پیدا بکنید که به بندگان صالحی که خدا اونها رو صالح معرفی میکنه داخل بشید. پس رمز دخول به بندگان صالح خدا که خداوند اونها رو صالحین معرفی کرده باید مسبوق به ایمان و عمل صالح باشه. به تعبیر دیگه از خدا بخواهیم که ما را جزو صالحین و در سلک صالحین قرار بده. همینطوری که نمیشه. والذین آمنوا، آیه 9، و عملوا الصالحات، ایمانشون رو تصدیق کردن، تأیید کردن، مهر صحت زدن با عمل صالح. فاقد الشیء لا یعطی، کسی که چیزی نداره نمیتونه چیزی بده. کسی که از درون ایمان نداره، فارغ از ایمان، نمیتونه عمل صالح تولید بکنه. فاقد الشیء لا یعطی. لندخلنهم فی الصالحین. چقدر زیباست که خداوند دست ما را بگیره بر صالحین داخل بکنه، بر بندگان صالحش داخل بکنه. اما آیه آخر سوره عنکبوت دوباره با همین معنی که اول سوره عنکبوت شروع شد، با همون معانی دوباره چه داره خاتمه پیدا میشه. بریم صفحه آخر عنکبوت. خداوند میگه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. چند قسمته؟ والذین جاهدوا، اول والذین جاهدوا فینا لنهدینهم مع المحسنین. آیه یک سطری رو 5 قسمتش بکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم مع المحسنین. 5 قسمته، یک آیه یک سطری، آخرین آیه سوره عنکبوت. میگه والذین، اسم موصوله، صیغه عمومه، هر کسی میتونه بیاد جز الذین باشه. اما چه الذین؟ الذین تعریف نشده. والذین، همه ما جز والذین هستیم. همه انسان هایی تو خیابان دارن میرن جز والذین هستن. کسانی که و کسانی که، کدوم کسانی که؟ هر کسی مد نظر خداست. پس والذین همه داخل شدن، اما جاهدوا یه تعدادی خارج شدن. هر تعریفی باید جامع و مانع باشه. تعریف اصطلاحا باید جامع باشه و مانع باشه. افرادی که جزء خانواده تعریفن بیان داخل، مد نظرن، مانع باشه. افرادی که لیاقت ندارن، مانع ورودشون به اون تعریف باشه. والذین، همه آمدن داخل. آیا خداوند منظورش والذین است؟ همه بیان؟ همه بیان، ولی با چی ویژگی بیان؟ جاهدوا، کسانی که بذل وسع میکنن،
جهاد یعنی چی؟ اون چیزی که در وسعته ببخشید، بگذارید. بذل وسع بهش میگن جهاد، اون چیزی که در توانته. والذین جاهدوا، خیلی ها دارن بذل وسع میکنن. آیا کافیه هر کسی یه تلاشی کرد بیاد تو جمع؟ خیلی ها دارن تلاش میکنن، تلاش بیهوده دارن میکنن، تلاش منفی دارن میکنن، تلاش بد دارن میکنن، تلاش نامبارک دارن میکنن. و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نه هر تلاشی خاتمه به خیری داره، نه هر سالمی مبارکه. ما اینقدر جوان سالم داریم که غیر مبارکه. نه هر سرمایه داری خاتمه به خیره. نه هر توانمندی موقعیت داری مفیده. مفید شدن یک طرف قضیه است، موقعیت داشتن یک طرف قضیه است. خیلی از سالم ها هستن که جامعه از سلامتی اونها احساس ناامنی میکنه. طرف سالمه ولی جامعه احساس خطر میکنه از سلامتیش. سلامتی خودش به جامعه تزریق نمیکنه، از سلامتی برای ایجاد ناامنی در جامعه داره استفاده میکنه. پس نه هر تلاشی مبارکه. والذین، همه، جاهدوا، یک کمی داره ویژه تر میشه. اما کلمه فینا، قسمت سوم، والذین جاهدوا فینا، اینجا محکه. یه ف هست، یه نون، یه الف. فینا اینجا محکه. و الی ربک فارغب، این همون نقطه است. فینا یعنی تلاششون صرفاً برای ما باشه، در جهت رضای ما باشه، نه هر تلاشگری. اون تلاشگری که بذل وسع میکنه، اون چیزی که در توانش داره تقدیم میکنه در جامعه، باید به خاطر رضای خدا باشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این فینا اصل قضیه است. باید همه چیز صبغه خدایی پیدا بکنه، ربانی پیدا بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انما الاعمال بالنیات. بهترین کتابی که جناب مولانا خالدی نوشته شرح اربعین نووی است. میگه که انما الاعمال بالنیات، هر کاری که برای رضای خدا و خدایی انجام بدید همیشه ماندگاره، همیشه داریدش، میتونه روش حساب باز کنید. پس اعمالمون رو ماندگار بکنید.